خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنویس. استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که رسیدن به آرمان‌های هزار ساله این ملت تمدن آفر می باشد، محض بعد از هزار ساله ها به پاش خوردن دولت شوروی پیش از همه با زحمت و تلاش های پیوسته و پیگیرانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که همچون یک هدیه تاریخ این شخصیت برجسته را به حیث سرور کشور ما اعطا نموده است و دست آمد و امروز با گذشت بیش از 30 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان روز تا روز با تقویت بخشیدن آن همه مکمل گردانی پایه های دولتداری نوین تاجیکان امروز در همه بخش ها نقش استقلالیت دولتی احساس می گردد. پیش از همه با وجود آمدن پارلمان کسبی و در ساحه های گوناگون خواجگی خلق مملکت گذاشتن اساس های بنیاد یک دولت بسیار هم مکملی که می تواند که هر شاخه آن محض به همین تحکیم بخشیدن استقلالیت دولتی باز یک نقش نظررس داشته باشد. یعنی که وقتی که پارلمان کسبی هست ما می توانیم که به همه بخش های حیاتی خود ما رشد و نمو بخشیده باشیم. چیزی دیگر این است که بعد از به دست آوردن استقلالیت دولتی و به وطن برگرداندن گریزه ها سال 1997 به امضا رسیدن سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی، این بال دیگری توانایی برای کشور صاحب استقلال ما گردید که در پی عملی نمودن هدفهای نیک و سازنده کشور و در پیش گذاشتن 4 هدف بسیار هم استراتژیکی که می توانند امروز کشور ما را که رو به نمو است، رو به ترقی است، باز هم در عرصه بین المللی معرفی سازند. این هم رسیدن به استقلالیت انرژتیکی، رهایی از بنبست کمونیکاسیونی، تامین بی‌خطری آذوقه‌واری و همینک هدف 4 استراتژی صنعتی کنونی با ثبات کشور است که همه اینها ثمره استقلالیت و وحدت سرتاسری کشور عزیزمون می باشند و از هر یک شهروند، از هر یک فرد روشن ضمیری مملکت چی تقاضا کرده می شود؟ یعنی که طلب آن است که ما هر کدامی در کدام ساحه‌ای که کار و فعالیت داشته باشیم باید که از خود برای رونق و رواج کشور عزیزمون و همچنین حفظ ارزش‌های ملی، استقلالیت دولتی و وحدت کشورمون باید که حصه‌گذار باشیم. این است سهم ارزنده هر یک شخص و خدمت صادقانه و باشرفانه برای رشد و نموی تاجیکستان عزیز.